الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. خوراک شام همراه پدر. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. روز پسر پدرش را برای خوراک شام به طربخانه برد. پدر بر اثر پیری و عاجزی هنگام طعام خوردن خوراک را به کرته و شلوارش می ریزاند. از این حالت دیگران ناراحت می شدند و آن پسر باشد آرام بود. بعد طعام پسرش که اصلا از این کار خجالت زده نبود، دست پدر را به آرامی گرفته به سوی دستشوی برد. اثر طعام را از سر و لباسش تازه کرد، مویش را شانه کرد. وقتی پسر پول طعام را حسابی کرد و آنها از آشخانه برآمدند، همه با حیرت از پسشان آنها را نگاه می کردند. در این هنگام پیرمرد از بین مشتریان آشخانه به نزد آنها آمد و از پسر پرسید: آیا یگان چیزتان را مانده نرفتید؟ نه آقا، جواب داد آن پسر. پیرمرد گفت: بله پسرم، تو از خود چیزی خوب مانده رفتی، درس برای پسران و امید برای پدران. بله برادر و خواهر عزیزم، امروز هستند پدرانی که امیدوار هستند که فرزندانشان به نزد آنها آمده آنها را یاری بدهند و افسوس که این فرزندان قدر و قیمت والدان خود را که حاضر در حیاتند نمی دانند. و اگر ما از آن شخصانی که پدر و مادرشان را از دست دادن از آنها بپرسیم، بعد به قدر پدر و مادران خود می رسیم. برادری اسلامیم، از این قصه درس عبرت بگیریم و هیچ وقت خجالتمند نشویم از پیری و لاغری پدر و مادرانمان، چون ما روز هم پیر می شویم. چه رفتاری که به پدر و مادر کردیم، این رفتار را از فرزندانمان خواهیم دید. القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا